نیومدم بگم از کارای من بخری. این بار میخوام یه حرف دیگه بهت بزنم. مطمئنم از لحظه اول ترکیب رنگ این کارای پاییزه چشمتو گرفت. وقتی که تو عاشق کارت باشی، وقتی هدفت از انجام یه حرفه‌ای فقط کسب درآمد نباشه، دونه دونه شو با عشق، با علاقه میون مهره ها میگردی، کنار هم میذاری، بعضی وقتا بیرون میاری، دوباره یه رنگ دیگه اضافه میکنی. وقتی با عشق کار میکنی نتیجهش میشه یه گردنبند، یه اکسسوری که وقتی ازت خرید میکنن یا به کسی هدیه میدی، اصلا موقع استفاده یه جون تازه‌ای میگیرن، لذت میبرن. این مدل کشیه من الان از پارسال تا الان از دست خودم بیرون نمیارم، همش دستمه، هیچ چیشم نشده. خب ولی نشده که دست کنم این مدل کشی دور پیچه. خب یه کمی نما داره، وقتی که اینجوری دور هم پیچ میخوره رو دستته جلوش خیلی خوشگله. یه بار نشده که یه نفر رو دستم برای اولین بار ببینه نپرسه که از کجا خریدیش، یا که به هم نگه چه ترکیب رنگی داره، آدم عاشقش میشه. چرا؟ چون واقعا برا من خیلی جذابه ترکیب کردن رنگا، کریستالا، مهره ها. طبیعتاً کاری که بهش علاقه داری برات درآمد خوبی هم میتونه داشته باشه، چون تو داری عشق میکنی، نمیفهمی کی ظهر شد کی شب شد، گرسنگی حالیت نمیشه، تشنگی حالیت نمیشه. لحظه که از پای کارت بلند میشی یه عالمه وقت گذشته ولی تو متوجه نشد، اتفاقات اطراف تو اصلا نمیفهمی. میخوام بگم اگه دوست داری یه حرفه رو دنبال کنی از سر علاقه پیش برو. هیچ کار رو صرفاً برای کسب درآمد انجام نده، اصلا اون کار مال تو نیست، به نتیجه نمیرسی، فقط داری زمان و انرژی تو هدر میدی.